توجه شما رو به یک گونه کمیاب و نادر از سنجاب جلب می‌کنیم. یه دونه کوچیک‌تر می‌گرفتی. شما نمی‌ذاری من حرف بزنم تا من میام صحبت کنم شما حرف زدنت میگیره. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ولاگ پرندگان این هفته. اومدیم که یه قیمتی بگیریم و اینکه ببینیم بچه‌ها چون هوای رو به گرماه چیزای جالبی اومده. اکثر پرنده‌های کوچولو موچولو رو الان شما میتونید سرلاکیشو یا حالا اونایی که از نونه ور میدن و کار اشتباهی میتونید ببینید. من برای شما فیلم میگیرم ولی کار اشتباهی ور ندارید و حمایت نکنید کسایی که ور میدارن. ولی در کل خواستم برای شما فیلم بگیرم و من یه سری قفس هم گرفته بودم واسه گرینچیک چون دوست دارم یه پرورش کوچیک حالا توتی داشته باشم و یه سری توتی گرفتم. حالا ولاگشو براتون میگیرم. قفسم گرفتم، قفسه گرینچیک میزد بیرون. حالا قراره یه سری قفس کوچیک‌تر بگیرم که گرینچیک نذاره بیرون. اونم میخوام بخرم. تا انتهای ویدیو با هم باشید. بعد کاور قفس کاور یاد باشید. کاور بخریم. آره میخریم یه سری واسه میخریم. شورت خودت بخره. خدافظ. میگم که واسه یه کاکل اگه بتونم یه دونه جفت میخوام براش بگم. احساس میکنم ماده است. این جنسیت نگرفتم براشو ولی احساس میکنم ماده است. از لگنش اگه بتونم یه دونه اکستریم رد خوش رنگ خوش قیمت رو کنم شاید بخرم. در کنار اون قفسه که قولش دادم بهتون. بازار پرندگان با موسیقی زنده ما دنبال میکنیم هر هفته. ایمان میخونه. تو به فکر فرو رفتن. آفتاب میگیری؟ آره؟ سرلاکی های عروس هلندی و گرینچیک. این یه دونه فکر کنم یه بلوی سرش در اومده این شکلی شده. قیمت گرینچیکا رو چند گفت؟ 1300 1500 معمولیه نورمال و 300. راهب آبی خوشگله. رنگش رو توی نور ببینید بچه ها. همیشه توی مغازه دیدید. چنده راهبه؟ جفت 6 فکر کنم راهبا سالم نبودن بچه ها. جفتشو میگفت 6 چون خیلی زیر قیمت عرفش میگفت. همیشه شک کنید هیچ ارزونی بی حکمت نیست. ما خیلی قدیما گول خوردیم. برزیلی هم از 300 داره تا 500. زردم 450. سرلاکی دیگه 550 دیگه. اکلکتوسه بچه ها نه 28 تومن. خیلی خوشگله. شد گفتی دوست دارم بکردم شنگاره. بگو شیشش رنگیه. صحبت کن 6 تومن. ارسال به تمام نقاط کشور و کرکسان راه شیری. توجه شما رو به یک گونه کمیاب و نادر از سنجاب جلب می‌کنیم. سنجاب پرنده شوگر گلایدر. قیمتش 18 تومن. 18 میلیون. رنگ سفیدش البته این قیمت ها. کرم. آره. اون رنگش 8 تومن 7 تومن 8 تومن. آره لای انگشتاش هم میتونی ببینید اینو. میتونی از یه درخت به یه درخت دیگه بپره. کاملا هم دستیه بچه. اگر دوست داشتید بخرید نید از این سنجابایی که از درخت برمیدارن بخرید. اونا کلکسیونیه. اینا حداقل چیه که هم وارداتیه. میشه بگید حرف حسابت چیه؟ اینقدر صحبت میکنی؟ شما نمیذاری من حرف بزنم تا من میام صحبت کنم شما حرف زدنت میگیره. ها؟ چیه؟ در گوش من چی میگی و میری؟ چی در گوش من میگی؟ آره غیر قشنگ. ای جون ای جونم کجا میخوای بری؟ تتواش بگیری رو دست من؟ آره خدا تو ماچی تو کجا میگی؟ توتیه سرگیلاسی قیمت جفتی 20 تومن و اینکه خوشگلم هستن. یا خواستن از نزدیک ببینید چه شکلیه. اینکه خاص و نادرم. لوری پرفکت و
شیطنت هایی که داره، هوش بسیار بسیار زیادی که داره. آره این راهبه رو شونه من بچه ها داره دلبری میکنه. این نمیذاره ایمان به من دست بزنه، رئیس من شده این. نگاه کن نمیذاره بقیل من رئیس. چرا اما مواظبت داری میکنی؟ مرسی عزیزم. ای حرفایی بد زده، پوشم بلده. که قشنگی سامی پرواز میکنه ها، سنجابه ولی پرواز میکنه. پرواز داره. نه پرنده ها میپره، اینم میپره. بیار دستم بیا. نه این پرنده من اینو مثلا نمیدونم کلمات. میخواد بپره. اگه خوردنش هم براتون بگیرم بچه ها. با منزه است. یه کوچولو شبیه میمون انگشتی ها هم هست، البته اونا خیلی گرونه و نیستش اصلا. شما این همه سخنوری میکنی؟ یه بوس بده. کاکادوی مولوکان خوشگله. اگر کاکادوی مولوکان رو خواستید بگید ارسال هم داره. قیمتش هم بپرسم براتون. قیمت مولوکان 170 تومان. چرا این قفسه خوشگله، برزیلیایی خوشگل، وایت فیس فکر میکنم. نارگیل رفته. آره اینم جفت لوری رنگین کمان سینه ببری. اون مدل داره دیگه، مدل سینه نارنجی، یه مدل سینه ببری. معمولا یه مقداری سینه نارنجی هاشون گرون‌تره. البته تو سایزاشون هم از 1 داره، 2 داره تا 3. اونایی که بیگ سایزن بازم گرون‌تر از سایزای ریزشونن. از دونه 11 تومن داره تا 13-14 تومن. هم گرینچیکای یلو ساید و نیمال و کراکولیس و پاینپل و همه رنگ ها رنگ. اکستریم من توش نمیبینم. از دونه 2 تومن داره فکر میکنم تا 3.5-4. پاینپل ها که اصلا هاشون گرمتره، فکر میکنم این باشه. کراکولیس پاینپل. بچه اگه واسه گرینچیک قفس میگیرید باید اندازش تقریبا اینجوری باشه. یه خود از این بزرگا باشه مثل این، گرینچیک از توش میزنه بیرون. نه برای راهب و ملنگو به بالا خوبه. این قفس 10-33 ولی ریزبافته. فنچای گلدین زیبا. البته نمیدونم این نژادش چیه، نمی‌کنم گلدین باشه. فنچ شاید هم باشه، نمیدونم، ولی اینا قطعا گلدین هم. از جفت 1.300 به بالا. اینم راهب زرده، فکر می‌کنم خیلی هم سن نداشته باشه، جوجه تازه دونخور باشه احساس می‌کنم. قیمتش هم از 9 تومن 10 تومنه تا 12 تومن بر اساس انصاف فروشنده و قیمتی برای خودش در اومده باشه. داره. این قفس هم برای کاکل خریدیم. به نظر من خیلی بزرگه ولی ایمان میگه خوبه. کاورم خریدی؟ یه دونه کوچیک‌تر میگرفتی قفس. بهتره، این راحت‌تره. اصلا گم میشه تو این. اینقدر شلوغه ایمان؟ گونده رو نمیم چیکار کنم قفس کنم. منظورم توش راهبای زرد آینده‌مون که قراره صبح بندازم. قفسایی که پارت پیش خریدیم رو میگه. خب بچه‌ها اینم بود از این ولاگ پرندگان این هفته. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. بهتون نشون دادم دیگه چی به چیه و عشق حالش رو برده باشید دیگه. لایک کامنت بذارید، به عشق شما هر هفته میایم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خداحافظ.